درود به رفقای خفن کالیستنیکسکار. رفقا، از اونجایی که من یه آسیب جدی دیدم و نمیتونم تمرین کنم درست حسابی، گفتم که بیایم ویدیوی آموزش فرانت لول رو از مرتضی حسن‌زاده که یکی از بهترین کالیسکرهای ایرانه که رفیق صمیمی خودم است بریم چند تا نکته بگیریم، چند تا تیپ بگیریم. به علاوه اون بریم که چند تا ویدیوی خفنم از رفقا بگیریم که توی پارک تمرین میکنن و آره دیگه بریم ببینیم چی کار میکنن. Let's go. حمید برا سلام بلال. وبلاگ تمرینی افغانی ها جون دارن. اولین بار خودم باشم تو ویدیوهای یوتیوب. ولاگ سعیده، ولاگ خودم که افغانی ها جون دارن. جمله افغانی میان برار بریم جمله ریسیستی بعد تمام کانتنت های افغانی افغانی حرکت برای اسمش حرکته. رو هندستان که میخوام دارم به جلو که میفتم پا میتونم باش بازی شما چی همینجا؟ چون کاف دستت روی زمین، خب گردن تو نگه نمیداری بیرونه. یک پا مثلا راست پا هم پای راست رو میندازم بالا، نگاه اینو میندازم بالا، میام رو حرکت اینطوری. باسنتو صفر میکنی، منقبض میکنی، گودی کمرتو پر میکنی. اینجوری هندستان نمیزنی، اینجوری هندستان میزنی. بعد تو لیول های بعدی دیگه الیویشن انجام میدی و چیزایی. سوال چیه؟ هندستان بخوای پوش بری باسن رو صفر کنی اینجوری. آره تمامه. باسن صفر، کمر بیرون، اینجا اینجوری گود نیستش، فیلت رو محکم میکنی، باسن رو به داخل فشار، شکم هم که باهاش اکستند میشه. اوکی؟ آره تمام. حالا تو میخوای پوش بزنی، میخوای توش بزنی، میخوای هر کارو گیر. آفرین. این شونه باید یکم حالا موات بلند گردنت نمیبینم. این بهتر میشه. امیر فاک ایول. برو برو. سعید تمرینام تموم شه بعد باش برو. مثلا بار اول وای چیکار میکنه؟ یه چیزی آمد زیر انگشتم. Church
سوال میپرسم اینکه الان تفاوت فرم درست فرانت لول با فرم اشتباهش چیه و فرم درست رو توضیح بده، نشون بده. ببینید متدای مختلفی برای تمرین هست. اگه بخواید تمرین کنین، اول از همه ممکنه که اونقدر فرمتون خوب نباشه، باسنتون پایین باشه، یا به این صورت حرکت بزنید، دست خم بزنید یا اینطوری بزنید، اصلا مهم نیست. فقط سعی کنید که هولد کنید اونطوری که میتونید و هر جو شده حرکت رو بزنید. بعد که یکم کنترلتون رفت بالاتر، تونستید بیشتر هولد کنید، سعی کنید اون فرمی که حتی بد هست و دارید میزنید رو توسعه بدید و هر سری سعی کنید یکی از مشکلات اون فرم که مهمتر هستش و بهتون کمک میکنه که بهتر بشید رو اونو اول حل کنید. الان پرفکت ترین الان مثلا من مشکلم اینه، هم دستام خمه، هم شکمم پایینه یا باسنم پایینه. ابتدا باید شکم و باسن رو صاف کنم که حالا یه سری تمرینات براش چیده میشه، یا اینکه با کش تمرین میکنید تا اینو فیکسش کنید. مثلا اینجوری میزنم، بعد تمرین اینجوری میزنم. اوکی؟ خب پس این فرق بین فرم پرفکت و بده. زیاد اگه مبتدی هستین روی فرما مانور ندید، فقط یه چیزی بزنید که نزدیک به فرم درست باشه، یعنی یه چیز دیگه من در آوردی از خودتون نزنید. اوکی. و سعی کنید که هر جو شده استارت رو بزنید، زیاد رو فرم مانور ندید. این متد من. خب حالا بخوایم در نظر بگیریم پرفکت ترین فرم از همین بالاش بخوایم شروع کنیم، باید چطور باشه بدن؟ ریترکت، دپرشن، اینا رو توضیح بده. به طور کلی فرانت لیور یه حرکتیه که میان تنه و بالا تنه خیلی قوی میخواد. صرفا فقط واسه هولد کردن نه، واسه اینکه شما بخواید پول اپ، تاچ یا SAT، ویکتوریان کراس و حرکت‌های مختلفی که تو آینده بخواید بزنید خیلی نیاز دارید قدرت میان تنه و بالا تنه. اول از همه از همونطور که گفتی از گریپ شروع میکنیم. گریپمون باید به صورت فالس گریپ یا سمی فالس گریپ باشه، یعنی بعضی هم بهش میگن سمای فالس گریپ میشه گفت. بعد باشه. حالا برای اینکه دستتون سر نخوره به پایین میتونید از گچ استفاده کنید. اینجوری اشتباه کامل که اشتباه نیست، یعنی بعضی از حرکت ها مثل پرس فرانت لیور یا در ادامه به مشکل میخوره. بعضی چیزا مثل حالا قدرتتون خیلی رفته بالا، میخوایم پول اپ اینو بزنید، میشه، اشتباه نیست. ولی چیزی که خیلی بهتون کمک میکنه فالس گریپه. اوکی. و یه جورایی چیت این حرکت محسوب میشه. فالس گریپ. خب و داش فیلم نگیر از من. نه فیلم نگیر، کپی رایت میکنه. چی پس دیگه ادیت شده، تمیز شده، برو همونجا نگاه. پس شد فالس گریپ و صاف بودن دستا. بعدش باید آرنجتون صاف باشه، به این صورت نزنید. همونطور که گفتم میتونه کم خم باشه به عنوان یه مبتدی، ولی سعی کنید فیکسش کنید سریعتر. خب صاف باشه. ریترکشن انجام بدید. ریترکشنی که باید انجام بدید همراه با دپرشنه، یعنی همراه با این که من دارم ریترکت انجام میدم شونم هم میاد به پایین. ریترکشن و دپرشن، دو تا کار رو باید انجام بدین، ریترکشن و دپرشن. یعنی دپرشن صرفا اینه که شونه رو میدی به پایین تر، فاصله گوش تا شونم بیشتر میشه، نگاه اینطوری. اوکی. ریترکشن و دپرشن رو باید درک کنید روی حرکت و پیادهش کنید. این هم به مرور زمان درست میشه، صرفا چیزی نیستش که بتونید توی یه هفته، 2 هفته یا 1 جلسه درستش کنید. سعی کنید با کش فرما رو فیکس کنید. فالس گریپ، دست صاف، ریترکشن، دپرشن رو حین انجام حرکت انجام میدم. فعلا تاک میزنم. فالس گریپ، ریترکشن، دپرشن، میام رو تاک. این شد یه فرانت لیور صاف و با ریترکت و دپرشن درست. حالا سوال بعدی این که الان فرض کنیم یه فردی ادوانس لولش یا مثلا تک پا میخواد فول هولد کنه، چند تا از بهترین تمرینی که میتونه بزنه بگو. تنها تمرینی که من پیشنهاد میدم، بازم باید آنالیز بشه ببینیم که چه مشکلی داره بیشتر تو چه قسمتایی.
تنها تمرینی که خیلی پیشنهاد میدم، چون کسیه که گفتی توی ادوانس و وان لگ رسیده، تمرینی که پیشنهاد میدم بهش 100% حرکت نگاتیو فرانت لیور پرسه، حرکت معکوس یا نگاتیوه که به این صورت میای بالا یواش میای پایین، همونطور که میبینی فالس نگرفتم. آره. فالس گرفتن روی حرکت مهم نیست، یعنی این کار نکن. اوکی. باعث اوورلود روی مچتون میشه، زیاد کار جالبی نیست. حالا انجام هم دادید میشه انجام بدید، ولی خب بدون فالس میزنم من. دوباره میپرم، با پرش میره بالا و آروم میاره پایین. آره دقت کنید که حرکت رو درست انجام بدید، اینطوری نزنید. اینطوری اشتباه. شکم و ریترکشن و دپرشن همه توی خط میاد پایین و دوباره میپرید بالا و یواشتر. حالا به عنوان یه پروفشنال اتلیت اگه بخوای مثلا یک ادوایس بدی به کسایی که توی حالا حرکت فرانت لول بخوان خوب پیشرفت کنن، چه پیشنهادی میتونی بگی یا چه نکته‌ای هست که میتونه بهشون کمک کنه از نظر خودت؟ هوشمندانه تمرین کنید، سعی کنید هر جلسه‌ای که فرانت لیور میخواید کار کنید قطعاً هر کسی هزینه مربی یا هر کسی وقت اینو نداره خودش بره سرچ کنه. سعی کنید حتی با نکات کوچیک، حتی با تمرینای کوچیک که باعث پیشرفتتون میشه، سعی کنید از اون چیزی که بودید بهتر بشید هر جلسه و سعی کنید رو به پیشرفت باشید و هوشمندانه تمرین کنید. هوشمندانه تمرین کنید. کانالمون هم فالو کنین برات. لینک تو دیسکریپشن هست.